بعضی از آدما خیلی بدذاتن، خیلی بیرحمن. اگر یک فرد دردمند، ستم دیده، غمگین بهشون مراجعه بکنه و ازشون کمک بخواد، نه تنها دردی از دردهای اون کم نمی کنن، بلکه بر غم و درد و رنجش هم اضافه می کنن. صائب تبریزی از شاعران بلند آوازه قرن 11 هجری بیت جالبی داره که به نظر من وصف حال این گونه افراده. میگه اظهار عجز نزد ستم پیشگان خطاست، اشک کباب موجب طغیان آتش است. دیدی وقتی کباب رو گریل میکنی قطراتی از داخل کباب روی آتیش میریزه و آتیش رو شعله ورتر میکنه؟ این قطرات چربی های مذاب داخل گوشت هستند. صائب تبریزی میگه که اون قطرات اشکی که فرد ستم دیده در مقابل یک انسان ستمگر از دیده خودش فرو میبارانه، شبیه به همون قطراتیه که از کباب بر روی شعله آتیش میریزه. آتیش با اون قطرات شعله ورتر میشه و اون فرد ستمگر هم ستمکارگی خودش رو در حق اون شخص ستم دیده افزایش میده.